لنز رو باید همیشه اینجوری سرم پر کنین دیگه. فقط این رنگی که ما میزنیم برای معاینه، این دیگه شما نمیزنی. خب یه زحمتی بکشین، جست صندلی و بیاین پایین. با سلام، اپتومتریست زمانه ایماندش هستم، کارشناس ارشد بینایی سنجی از دانشگاه شهید بهشتی تهران. ما در شهر قزوین کلینیک نایک رو تأسیس کردیم و خدماتی که ما به همشهریان عزیزمون و دوستانمون ارائه میدیم، یکی فیت لنزهای تخصصی اسکلرار هستش، دوم فیت عینک‌های تخصصی مثل عینک‌های 2D تدریجی و عینک‌هایی که در اونها از پریزم استفاده میشه. همچنین ما یه ویژگی که کلینیک ما داره، تنبلی چشم رو بدون محدودیت سنی در هر سنی که باشین با دستگاه ویژه و حرفه‌ای درمان میکنیم. چشمانتان بینا.